در هر حالت الله متعال را یاد کن و از ناسپاسان غافل مباش. وقتی در مشکلات و سختی ها گرفتار هستیم، الله متعال یاد ما می آید. اما وقتی که دارای خوشی ها و زندگی با راحت هستیم، الله تعالی را چرا به فراموشی می سپاریم؟ الله سبحانه و تعالی که خالق ما انسان ها است، گذشته و آینده ما را می داند و از سیر سینه های ما آگاه و باخبر است. این حالت ما را 1400 سال پیش در کلام پاکش چنین بیان کرده است. الله تعالی در سوره یونس آیه 12 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و چون به انسان زیان و رنج برسد، در هر حالی که باشد، به پهلو یا خوابیده یا نشسته یا ایستاده، ما را یاد می کند. پس هنگامی که آن زیان و رنج از او برطرف کردیم، چنان می رود که گویا هرگیز ما را برای دفع زیان و رنجی که به او رسیده بود نخوانده است. این گونه برای اسرافکاران آنچه می کردند در نظرشان زینت داده شده است. پس برادر من، کوشش کن که از چنین بندگان ناسپاس فراموشکار نباشیم. و بالله توفیق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.